باید خلاصه می شود میگوید کی هست که خونه‌اش رو جنت میکند و کی هست که خونه‌اش رو به یک جهنم تبدیل میدهد. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کسی فکر میکند از روی عقل زندگی میکند، همیشه عقل استفاده میکند، زندگیش رو پیش میبرد، خونه‌اش رو جنت میکند. خونه‌اش خشخانه دائمی است. هر خستگی بیرونی که کار و مشکلی های زندگی و معامله در جای کار و در بازار و در دیگر وقتی که خانه آمد اون همه مشکل ها برطرف می شود، چرا که خانه آرام دارد، خانه توی خانه خشخانه و جنت دارد. برای همین تمام مشکل ها برطرف می شود. حالا کی هست که خانه اش رو جهنم میکند، غم خانه ماتم خانه میکند؟ اونی که عقل رو استفاده نمیکند، از روی تعصب، خودخواهی، بدخواهی. حالا یک سوالی یکی خوب دیگر مسئله رو روشن میکند. خوشبخت‌ترین زن شوهر در زندگی کی هستند؟ خوشبخت‌ترین و کامیاب‌ترین زن شوهر در زندگی کیا هستند؟ خیرخواه‌ترین زن شوهر نسبت همدیگر. هر چقدر شوهر نسبت زن خیرخواه شد، هر چیزی که برای خود میخواهد از او بهتر برای همسرش خواست. چرا چنین کند؟ بخاطر که مادر فرزندانش هست. مادر فرزندانش هست. نسبت مادر خود چقدر مهر دارد انسان. هر انسانی پدر احترامش به جای خودش، لیکن مهر مادر دیگر است. باید به زن همچون زن، همچون همسر نظر نکند. باید مرد باید به زنش، به همسرش همچون مادری فرزندانش باید نظر کند که این مادری فرزندانی من هست. دانشکده اسلامی درس میدادم، دانشگاه اسلامی درس میدادم، قسمتی خواهران. روزی درس میدادیم و تفسیر قرآن. یکی از شاگردان رو میدیدم که خیلی در فکر فرو رفته است، دستش بالای سرش، خیلی اون من درس نیست، در درس نیست، فکر، یعنی در فکر فرو رفت. گفتم خواهر شاگرد چی خبر است؟ با مجرد شنید سوال کردنی من، یعنی او دیدن 6 قطور میریزد. چی خبر است؟ چی گپ است؟ بعد شروع کرد که شوهرم در مهاجرت مهنتی هست و دیگر و زنی هیورم خونه‌ام رو تگ و تار کرده است و کفت است، نمیچکو خو یگون چیز گرفته است، دزدیده است، آتش زده است. نه، همه رو به سر و سامان کرده است، من دایم تحقیر میکنه، دیگر میکنه. خب چیکار کردنی؟ قهر کرده رفتنی. گفتم گوش کن، خودت حالا تفسیر میخونی، قرآن میخونی، حدیث میخونی، آیات میدونی، همین شوهر خودت چند هزار کیلومتر از خودت دور است. خب 5000 یا 6000 کیلومتر، 5-6 کیلومتر برای خودت. چند فرزند داری؟ 2 فرزند. برای خودت فرزندانت چند هزار کیلومتر رفته در این زمستان بود. در اون ممکن 30 گرادوس سردی، یعنی جون کنده ایستاده است و مهنت کرده ایستاده است و زحمت کشیده ایستاده است برای تو شیده. حالا تو با اندک معامله بدی صبر نکرده ترک میکنی میروی. میدونی چیت میگوین که غری کرد، دزدی کرد، 100 تهمتت میکنن، از اونجا بعد میگه 3 طلاق. خب چیکار کنم؟ صبر کن. او صبر کن، 1 سال، 2 سال، 5 سال صبر کن، 70 سال دیگه زندگی کن. حالا همین جوانو هم یعنی با اندک مشکلی ها پشت میخورن تا 1 عمر نکن. و 5 سال صبر کن، 10 سال صبر کن، 70 سال دیگر زندگی کن سعادتمندانه. بعد این مدتی نمیدونم چند سال یا که بعد ختم دانشگاه بود یا که خب دیگر یک چند سال بعدی یک روز دیدمش مثل اینکه پرواز میکند. خرسند اومده، استاد یا پیلاچه ما رو بگیرید. چی خبر است؟ چی مناسبت؟ خونه نو گذاشتیم، خونه خریدیم. دیدید صبر چی هست؟ شوهرم کار کرد، پول آورد، خونه خریدیم، زندگی مستقل داریم. یک پیلاچه. نصیحت شما رو هرگز فراموش نمیکنم. یعنی حتی من نیاز به نصیحت دارم، من نیاز به راهنمایی دارم.
همه جوانو نیاز به نصیحت و به درس و به سبق و به پند و اندرز و راهنمایی دارند. هیچ کس از پیش خود هیچ چیز نشده است.